سلام، خوش اومدین به پیشنهادی شف رضا. امروز میخوام یه غذا براتون درست کنم هیولا. همه هم که عاشق دستپخت شف رضا. در مرحله اول میخوام براتون نوشابه بریزم، قند داره، انرژیاتون نیفته. خب اینو میریزیمش. کافیه. براتون سیرابی گرفتم برای تصفیه مثانه‌تون. این هم میخوابونیم تو. این تویاش خیلی مهمه. پای مرغ حاوی ویتامین آ، ب و کلسیم، سرشار از پروتئین. اینجوری پروتئینه که تو پای مرغه. اینو میریزیم. شیر و دوغ پر از کلسیم، مفید برای پوست، استخوان و مو. این هم برش بسته است. این دوغش. این هم شیر. آب کیوی چون خودم خیلی دوست دارم. چیز میزه با ماست موسی. این برای صمیمیته، افزایش صمیمیت. نمک. خب براتون روغن بریزم به خاطر اینکه ما خیلی لاک شدیم. تو مرحله‌های آخرم دیگه ادویه‌جات و سس و بقیه داستانا رو میخوام واسهتون اضافه کنم و فلفل و نمک که طعم خوبی داشته باشیم. میریم برای هم زدن. با این نمیشه هم زدن. خب موقعی که همه این موادتون آماده کردین، این مواد در کل احتیاج به کمی حرارت داره. خب مخلوطی که میذاریم رو گاز، یکم هم آب بهش اضافه میکنیم چون به هر حال سوپه دیگه. همش میزنیم خوب تا این یه ذره روی حرارت بمونه و یه دوتا قل بخوره. میریم که داشته باشیم سس آلفردو دنبلانمونو. من اینجا دنبلان از قبل تهیه کردم. دنبلان یکی از خواص خیلی زیادش باعث افزایش تولید بی‌رویه میشه. پیاز رو خورد میکنی. میریزیم توش. خب ادویه و سس. طعم غذا همیشه مهمترین چیز غذاست. ادویه‌مون رو به سسمون اضافه میکنیم. نمک، فلفل و سس. اینا رو خوب هم میزنیم. خوب هم که خوب به غذا اضافه میکنیم برای رنگ و طعم بیشتر. و این رو دوباره همش میزنیم. خب من دستم سطح اشغال نداریم؟
میذاریم تا خوب جا بیفته. بیا تو گشنمه. بفرمایید. چه کرده؟ چی زدم؟ بابا ایران. آقا سویل بزرگتر بفرمایید داشتی. آقا سویل بزرگتر ببین چیکار کرده؟ وای من فقط چربی برای کلسترول خونم خیلی بده. فکر همه چیشو کرده. فکر همه چیشو کرده. تو خدا. برو ماشاءالله. ماشاءالله. برو بالا پررو سنگین. رژیمی. برو. نه زوده. از این ورش بزن. ای وای. اوکم. تو باید بگیری بره بالا، اینجوری نمیره بالا. فیلم بازی نکن بابا، اون یکی نمیره بالا. بگیر دماغ تو. داره نمایش میده بابا. نه نمایش چیه؟ دوست داشت دو تا باشه حداقل تیرابی برو بگیر برو بالا. برو ماشاءالله. بده من داداش. بده من. میشه جونه. داداش نیم توشه فقط بابا نمیزنی. داداش. آقا یه سوال دارم میشه این نیه خوش هست میشه؟ پلاستیکه ها؟ پلاستیکی قابل هضم ریختم واسه. اوکی. خیلی خوشمزه شده بود. ماشاءالله برو. تو که حال مولت بد میشه. باریکلا آفرین. ببین که داشته باشیم کارگردان پروژه رو. شف رضا این دیگه 2 ساعت رو گاز غل خورد. رو کثافت کل خونه رو برداشته بود. تصویر بردارمون که هر دوتاشون تگری زدن. حالا تو برنامه نیست. کارگردان داداش یا مهران مدیری کی بودی تو؟ برو بری. باید گفتی بری بتونه بابا باریکلا. شف رضا کارگردانم به داکار دیگه. آره چونش دیگه داغ این خودش هم بدید بذاره ببینید چه گاز علی درست کرده. سری بزن دیگه. کی بزنه؟ تاج محل باش فکر کردی؟ این واژه باید هندوستان بده. برو نجسترین، حلوت‌ترین، کثافت‌ترین. یعنی ببین یه چیزی که اصلا تصورش رو نمیتونی بکنی. 10 برابر از این چیزایی که گفتم بهت بالاتر، بدتر، خیلی کثافت. یعنی حالت واقعا از ته دل به هم میخوره. باریکلا داداش دیگه نتون. غذا رو خوش‌طعمش کردی دیگه داداشی. خدا نگهدار. بده بغلی. وای دلم خیلی فرار میشه. نه میرم. ببین چی زدی ماشاءالله. خیلی کار سخت. ماشاءالله داداش مرداد. ماشاءالله داداش. ماشاءالله. دیگه از بغل سطل آشغال رد میشه یه بوی گوه میزنه تو دماغت، یه بوی کثافت. این 100 برابر اون بوی کثافت هم. تو شف رضا هستی رضایی سوراخش بزرگه این نیه نمیخوره به سوراخ. کی 2 تا نی بزن داداش. میتونی. برو باریکلا. بوکا. آها آفرین. اینو اصلا جلوی خوک بذاری نمیخوره. ما اون کثافت رو اسنیف کردیم. تو ببین دیگه چقدر ما حالمون بد. چه جونتون دیگه. عین خودشو بزنه. نه من بزن آقا. نمیزنی. بابا برید تو پیپری کار کنید. دیگه هر کی سبک خاص خودشو داره دیگه. منم یه سری حالا بخوام توضیح بدم، مثلا یه سیراب شیردونه پاک نشده بود که مثلا توی رودابه سیراب شیردونه هنوز مثلا اون کثافتاشون اینا بود و ریخته بودمش بودم گوش ویلا رو برداشته بود. بزن جلو
نمیتونم من نظافت امضای کار منه. بگم یه چیزی یارسه پیش 0 تا 100 مال خودم. برو به قرآن هیچ چی نیست، همش یه خورده پا. واسه بگیر داداش نگاه با من وای نمیتونم شفرزا نیستی، ترزایی